يا رسول الله وقدوتنا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سوال 20 چنین بود: اولین نفری که اسلام را قبول کرد کی بود؟ اولین شخصی که اسلام را قبول کرد این مادر مؤمنان خدیجه بنت خویلد خداوند از او راضی باد بود. هنگامی که محمد صلی الله علیه و سلم از کوه حرا پایین آمد و به سوی خانه رهسپار شد، خود را در عالم دیگر می دید. قبل از آن که به کوه رود پیامبر نبود، اما اکنون با مبدأ جهان مرتبط شده است و آنچه را بحیره راهب مسیحی و دیگران درباره او بشارت داده بودند مشاهده می کرد. او دانست که وظیفه وزنین را به دوش گرفته است و پیرامون آن می اندیشد. اگر اضطراب و وحشت داشت تنها از همین جهت بود، نه به خاطر اینکه هنوز نمی دانست پیامبر شده است یا نه، زیرا بشارت ها و پیشگویی هایی که از افراد مانند بحیره شنیده بود و دیدن جبرائیل و مژده او که تو رسول خدایی برای حقانیت رسالت او 100% کافی بود. اضافه بر این خداوند هر پیامبری را که برای هدایت انسانها برانگیخته است او را با برهانهای روشن و شاهدهای قوی بر رسالت خود مطمئن می کند تا بتواند با عزم قوی در راه اصلاح و تکامل انسانها بکوشد. واقعا روز بعثت سبب شد که محمد صلی الله علیه و سلم دیر به خانه برگردد. خدیجه که نسبت به این موضوع بیخبر بود ناراحت شد. هنگام محمد صلی الله علیه و سلم را دید که با چهره های دیگرگون وارد خانه شد، از او پرسید: چرا امروز اینقدر دیر آمدی؟ حضرت آنچه که به او گذشته بود برای خدیجه خداوند از او راضی باد شرح داد. خدیجه انتظار چنین روزی را داشت، زیرا از غلام خود میسره شنیده بود که راهب نصرانی در سفر شام راجع به محمد صلی الله علیه و سلم گفت: این پیامبری مردم است. این چنین کاهنان و علمای یهود و نصارا به او بشارت داده بودند که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است و شأن عظیم دارد. بنابراین خدیجه خداوند از او راضی باد از جای برخاست و پس از پرسش ها به نزد پسرعموی خود ورقه ابن نوفل که از مردان باسواد و مسیحی آن زمان بود رفته این قصه را به او گفت. ورقه اظهار داشت: به خدا سوگند، این همان فرشته است که به پیش موسی می آمد نزد او آمده است. به هیچ شک او پیامبری این امت خواهد بود. سپس برای اینکه خدیجه موضوع را بهتر درک کند نشانه نازل شدن فرشته و وحی را به او فهماند. خدیجه خداوند از او راضی باد برگشت و پس از بررسی کوتاه نبوت و پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم را پذیرفت و ایمان خود را اعلان کرد و به این تدبیر در میان زنان افتخار اولین ایمان نصیب وی گردید. و از مردان اولین شخصانی که اسلام را قبول کردند ابوبکر صدیق، علی ابن ابو طالب، زید ابن حارث خداوند از همه آنها راضی باد بودند. بعد ابوبکر صدیق یک چند نفر را به اسلام دعوت کرد. اینها عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابو وقاص، طلحه ابن عبیدالله بودند که اسلام را قبول کردند. خداوند از همه آنها راضی باد.
برادر و خواهر ایمانیم، این بود معلوماتی کوتاه درباره شخصانی که اولین شده اسلام را قبول کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قد رسمت هادينا ورسول الله